سلام و درود به شما مخاطبان عزیز. خیلی خوشحال هستم امروز که اولین درس خود شروع میکنیم. خب امروز ما در رابطه با یک مفهوم اساسی کارهایی که باید انجام بدیم برای اینکه بتونیم یک درآمد آنلاین خوب داشته باشیم با هم دیگه میخوانیم. اولین و اساسی ترین حرفی که در درآمد آنلاین وجود داره آموزشه. شما بخواهین یا نخواهین باید آموزش ببینید. در هر کاری که باشه شما باید تخصص خود داشته باشید. به نقل یکی از دوستای خود من که همیشه برای از ما میگفت اگه میخوای در یک کاری تو باشی و از او کار نان بخوری باید تخصصی از او رو داشته باشی. مثلا او مثال میزد برای از ما میگفت تو اگه میخوای یک صفاکار خیلی خوب باشی باید تخصص صفاکاری داشته باشی. بدانی که کی و به چه صورت یک میز پاک بکنی، کی و به چه صورت یک کف ساختمان یا کف اتاق پاک بکنی و جارو بکشی. پس باید تو تخصص داشته باشی در کارهایی که ما میخوایم پیشروی داشته باشیم. پس تخصص اصلی ترین بخش درآمد آنلاین هستن. شما خود افغانستان در نظر بگیر، کابل بیاد، داخل کابل شما بخواین یک کار رو راه اندازی بکنین، یک کسب و کار رو بخواین راه اندازی بکنین، نیاز به ازی دارین که کمی تجربه داشته باشین در اون کار. به هر نحوی که هست، هر کاری که هست نیاز به یک سری تجربه داره. شما میخواین یک دکاندار شوین، باید بدونین که مثلا دکان در کدام موقعیت بگیرم، چه موادی رو میخوای بندازی، چی رو میخوای برای مشتری ارائه بکنی، از کجا باید بخری اون مواد، به چه صورت باید بسته‌بندی بکنی و به چه صورت برای مشتری برسانی. پس وقتی شما در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دادین، نیاز به ازی دارین که شما یک آموزش ببینین، یک تجربه داشته باشین. وقتی وارد دنیای آنلاین میشین رقیب براتون زیادتر است و شما باید متخصص تر باشین. با اون سادگی که شما فکر میکنین که مثلا من امروز بیایم یک دونه لپتاپ بگیرم، یک کامپیوتر بگیرم، یک اینترنت بگیرم، وصل شوم به اینترنت و برم یک کار رو انجام بدم، نه، به این سادگی نیست. پیسه در آوردن از اینترنت یا از کار آنلاین به این سادگی نیست. باید شما آموزش ببینید. اگه میخواین یک عکاس شوین باید یک دوره آموزش ببینید، بدونین که عکس چه رقمی بگیرین، به چه صورت او را ادیت بکنین و به چه صورت او را ارائه بکنین و همه کارا رو باید انجام بدین. بخواین یک تریدر شوین باید حداقل شما بدونین که با کدام پلتفرما میتونین کار بکنین، در منطقه جغرافیایی که هستین چه رقمی میتونین به کدام صرافی‌ها احراز هویت بکنین و ای که مثلا شما در کدام تایم فریم وارد شوین، تایم فریم هایتان رو بشناسین. چیزی که خیلی مهم است در بخش تریدی است که بتونین شما تجربیاتتان در قالب یک رفتار منظم در بیارین و از او کسب درآمد کنین و امثال هم در بخشایی که بخواین تایپ بکنید باید همین رقم باشین. پس آموزش اساسی ترین بخشی از ما است. امروز در رابطه با آموزش میخوایم بیشتر صحبت بکنیم و ای که شما باید چی را آموزش ببینید و چگونه آموزش ببینید، به خاطری که میگم رقابت در این بازار زیاد است. وقتی من توی در افغانستان هستیم و میخوایم وارد از این بازار شویم، کسایی که 20 سال قبل این بازار تشکیل شده، سالیان قبلی بازار تشکیل شده، وارد بازار شده، پس از نسبت به ما نسبت به تو متخصص تر هستن اینا و این تخصص برایشون چی رو ایجاد میکنه؟ مزیت ایجاد میکنه. اونا میدانن که از کی کجا و چه رقم پروژه رو بگیرن و به کی کجا و چه رقم پروژه رو تسلیم بدن و ما و شما نیاز به ازی داریم که آموزش ببینیم و در این دوره، در این زمان ما رو بیشتر تمرکز ما روی آموزش است. خب دوستای عزیز، ما در این بخش بیشتر روی آموزش ترید با هم دیگه صحبت میکنیم که شما چرا هم میتونید یک تریدر شوین و مطمئنا این براتون باید بگیم که در جلسه امروز تمام حرفا رو ما گفتن نمیتونیم، شاید چندین جلسه شود و شما میتونید به خاطر آموزش جامع
به آکادمی زوها مراجعه کنید، به محتویاتی که ما در داخل کانال خودکن میمانیم و مراجعه بکنید. بهتر و دقیق تر در رابطه با استراتژی ها بدانید، در رابطه با اندیکاتورها معلومات به دست بیارید. بهتر بتونید به قسمت هایی که شما ضرورت دارین به صورت تیکه های خوردی که ما کلیپ ها رو گرفتیم ماندیم در اونجا، اونا رو برین ببینید دقیق تر و بتونید معلومات حاصل کنید. اما امروز ما در رابطه با ازی گپ میزنیم که یک تریدر باید چی کار باید بکنه. ما فکر میکنیم که کسی که مخاطب ما هست فعلا در اون میبینه یک کسی هست که پایه صفر داره. برای پایه صفر ما باید چی کار بکنیم؟ اولین چیزی که نیاز هست در پایه صفر این هست که شما بعضی تجهیزات با خود داشته باشین. از اهمیت تجهیزات ما براتون میگم، مهمترین تجهیزاتی که شما داشته باشین لپتاپ و موبایل است. توجه کنید، لپتاپ و موبایل، ما نمیگیم لپتاپ یا موبایل. به خاطر چیه؟ شما با لپتاپ تحلیل میکنین، به پلتفرمایی که هست برای تحلیل وارد میشین، شما تحلیل میکنین و میتونید با خود لپتاپ هم شما ترید بکنین و یا ای که با موبایل خود ترید بکنین. پس نیاز است شما یک دیوایس یا یک اکیپمنت دیگه ای رو داشته باشین، برای لپتاپ، کامپیوتر و یا امثال هم که یک صفحه کلانتر داشته باشه، شما بتونید جزئیات دقیق تر داخل از او ببینید و برین چی بکنید؟ تحلیل بکنید. خب قبل از اینکه شما وارد تحلیل شوین، ما میگیم فرض میکنیم که شما لپتاپ هم دارین، موبایل هم دارین، اینترنت هم دارین و اپلیکیشنی هم که نیازا نصب کردین. یه چیزی که خیلی مهم است در بخش ترید، شما باید این را خیلی توجه بکنید. ما 3 ایندکس داریم در اینجا، 3 شاخص داریم. یک بخش تحلیل های تکنیکال ما هست، بخش تحلیل های فاندامنتال ما هست و بخش حساسیت ما هست، یا ای که یک شخص در بخش روانشناسی چه کارهایی رو باید انجام بده، چه استراتژی هایی رو باید داشته باشه و چه رقم بتونه ریسک کم بکنه. ما در این مرحله براتون از قسمت روانشناسی صحبت میکنیم، ای که شما چه کارهایی رو باید بکنین و چه کارهایی رو نباید انجام بدین. بخش تکنیکال شما بهتر میتونید در بخش‌های کلیپ‌های دیگه ما مراجعه بکنید و اونا رو بخوانین، ببینین و مکتوب بکنین پیش خودتون، نوت برداری بکنین پیش خودتون و از او استفاده بکنین. فاندامنتال خب بخش خبری است. شما باید یک حدودی با اقتصاد آشنا باشین و اقتصاد بدانین، درک بکنین که اخباری که میآید در رابطه با موضوعی که میآید در رابطه با خود واحد پولی که میآید نسبت برای مثلا طلا، نسبت برای نفت یا شاخص‌های دیگر رقم استاک یا سهامی که میآید، او اخبار چه تأثیری داره، این باعث این میشه که روند صعودی شوه یا نزولی شوه و یا ای که روند رنج میزنه. اینا یک سری اخبار فاندامنتال داره که باید از اونجا شما او را تحلیل. ما در 2 بخش، هم فاندامنتال هم بخش روانشناسی با شما هستیم در این جلسات آینده و شما را میگیم که چی کارها باید انجام بدیم. بزرگترین اشتباهی که در بخش روانشناسی تمام کسایی که نو وارد بازار میشن انجام میدن چی هست؟ این هست که تایم فریم مشخص برای کار خودتون نداره. ما باید تایم فریم مشخص برای کار خودتون داشته باشیم. اولین چیزی که من دوست دارم دقت بکنید روی از این تایم فریمتون است. شما میخواین با چه تایم فریمی کار کنید؟ نمیتونین مولتی تایم فریم باشین. نمیتونین که مثلا بیاین تایم فریمتون ساعتی در نظر بگیرین، روزانه در نظر بگیرین، تایم فریمتون هفته‌وار در نظر بگیرین. تایم فریم مولتی تایم فریم ما نداریم. به نظر من و به نظر خیلی از کسایی که در این بازار کار کردن، باید تایم فریمی که شما کار میکنین مشخص باشه و نسبت به همون تایم فریم شما تحلیل بکنین و عمل بکنین. پس اولین چیزی که نیاز به ازی دارین که شما روی ازو خودم مسلط بسازین تایم فریم است. دومین قسمتی که در رابطه با ترید است و خیلی از کاربرای مبتدی اشتباه میکنن این است که به صورت عجولانه وارد بازار میشن و روی بازار حاکم نمیکنن خودشون. یکی بیاین ببینن روند چی شده، از کجا شروع شده
و سیشن ها را تشخیص بدن. سیشن آمریکا ساعت چند شروع میشه، چه حرکت هایی رو داشته، در روزهای قبل چه حرکت هایی رو داشته. سیشن انگلیس و اروپا در چه ساعت های حرکت داشته و چه حرکت هایی داشته، و یا سیشن ژاپن و استرالیا. اینا رو باید شما دقت بکنین، آمادگیش داشته باشین. نمیتونیم ما همیشه پای کامپیوتر باشیم و پای تلفن باشیم و بخوایم ترید بکنیم. ما بیشترین وقت خود را در تایم میذاریم برای تحلیل خود و کمترین ترید انجام میدیم تا بیشترین مفاد بکنیم. یکی از مهمترین قسمت‌های دیگه هم که در بخش روانشناسی یا رفتار انسانی داخل تریدرها وجود داره، این است که تریدرهایی که حرفه‌ای هستن میاین ضررهای خرد انتخاب میکنن و ضررهای بزرگ ازش دوری میکنن. متاسفانه تریدرهای آماتور به خاطر از اینکه ضرر نکنه میای ضررهای بزرگ انتخاب میکنه و باعث از این میشه که بیشتر ضرر. و به خاطر همین هسته که در بازار سرمایه به کسایی که تریدرهای آماتور هستن اصطلاح گوشت تازه را میدن. میگن اینا گوشتای تازه هستن، کسایی هستن که تازه وارد شده. ما 4 حالت در کل در داخل بازار داریم: سود کلان، سود خرد، ضرر کلان، ضرر خرد. کافی است ما ضرر کلان از این بازار حذف کنیم. ما یک قسمتی رو داشته باشیم به عنوان استاف و یک استراتژی داشته باشیم و به او استراتژی خود پایبند باشیم. هر عددی رو که خود ما فکر میکنیم که دقیق است نسبت به سرمایه‌ای که داریم باید این را انتخاب بکنیم. درصد باشه، به نظر من درصد باید شما انتخاب بکنید. درصد باشه از او انتخاب بکنید به عنوان حد ضررتان و همیشه پایبند از او باشید. شما میتونید ضرر خرد بکنید. یک چیزی که وجود داره این است، خیلی از تریدرها رو ما میشناسم مثلا 10 معامله‌ای که دارن 8 معامله کردن در ضرر، 2 معامله کردن در سود، اما در مجموع کار خود سود کردن. یعنی 10 معامله‌ای که انجام دادن ضررهایش خرد بوده و 2 معامله‌ای که انجام دادن سودهایش کلان بوده. وقتی این ضررها و او سودها رو با هم دیگه کم میکنن، سود از این بیشتر میشه و اونا مفاد برای خود به دست میارن. اما تریدرهای آماتور چیکار میکنن؟ هی اوورترید میکنن، وارد بازار میشن، پس از بازار خارج میشن، ضرر میکنن، بعضی جاها ضرر کلان، بعضی جاها ضرر خرد، برای خود استاپ لاس نمیمونن. در تایم‌های خبری که ما میگیم در تایم خبر معامله نکو، تریدرهای حرفه‌ای معمولا در تایم خبر معامله نمیکنن در اون تایم، اما تریدرهای آماتور بسیار شوق داره برای در اون تایم ها معامله کردن. به خاطر اینمی هست که ضررهایشون زیاد میشه. مارکت به صورت ناگهانی یک حرکت های بزرگی رو انجام میده، پامپ دام میشه بازار و با از اونمون چی میکنن؟ ضرر میکنن. پس یک چیزی که ما برایتان میگیم و پرواضح هست در اینجا این است که باید شما در بخش ترید آموزش ببینید. خوشبختانه آکادمی آموزشی زوها در بخش تریدر شوی خود یک مجموعه کلیپ های را آماده کرده که به صورت تخصصی، به صورت واقعا تخصصی در اختیار میتونید شما او را خریداری کنین، به دست بیارین، به صورت آنلاین او را چک بکنین و بدانین که شما باید چی کارهایی را انجام بدین، چی کارهایی رو نباید انجام بدین. تکنیکال ها رو براتون، ایندیکاتورها رو به صورت خوب تعریف میکنیم. استراتژی هایی که براتون هست، استراتژی های پرایس اکشن و غیره رو براتون خوب براتون در اونجا تعریف شده. شما میتونید از تریدر شوی آکادمی زوها رو بخرین و از او استفاده بکنین و بتونین یک تریدر حرفه‌ای شوید. اما یک چیزی که خیلی باید توجه بکنین، در کنار از اینکه شما میرین این پکیج رو میخرین و یا پکیج های دیگر رو میرین میخرین و آموزش های دیگر رو میبینین، شما باید وارد بازار شوین و از بازار خودتان هم تجربه بگیرین. بعضی وقتا هست شما ذاتاً میدانین که در این ساعت ها بازار حرکت های ریزشی داره، در این ساعت ها بازار حرکت های صعودی داره، به این اخبار NFP و یا امثال هم
بازار عکس العمل های مختلفی رو انجام میده و این شما با تجربه به دست میارین. این داخل خیلی از پکیج ها وجود نداره، اما پکیجی که ما براتون ارائه کردیم در آکادمی آموزشی زوها خوشبختانه خیلی از این مسائل رو براتون بازگو کرده. امیدوار هستم که کلیپ های بعدی ما رو ببینین و استفاده بهینه بکنین. روزتان خوش.